الحمدلله به نام خدا و نام پیغمبری بزرگوار آغازی صحبت شیرین می شود. صحبت این دوره لذت دیگر میگیرد. الحمدلله ما با یک شعر مولوی خدا خواهد این قرائت میکنم دست شما و بعد شرحش میتیم. آغاز خدا خواهد محفل ما محفل سنتی است، محفل ما محفل نکاح است. این خدا خواهد بسیار لذتی خوب میباشد. یعنی مولوی دیگری در غزلیات خود میارن. بسم الله الرحمن الرحیم. هر کی را خدا لطف کند حضرتی حق آنش دهد. هر کی را خدا لطف کند حضرتی حق آنش دهد. یک زنی مستوره‌ای کاکل پریشانش دهد. یک زنی مستوره‌ای کاکل پریشانش دهد. حضرت در این ایجادیات میگد اگر خدا یک بنده را با لطفی مهربانیش نگاه کند، یک زنی خدا خواهد حجاب داشت مناسبش می‌بیند. یک زنی خدا ترس، یک زنی خدا جو، یک زنی 5 وقت نماز خوان، الله سبحانه و تعالی مناسبش می‌بیند. هر کی را خدا لطف کند، خداوند لطف اگر کرامت شد لطف و مهربانیش بالای ما شما را جاری کند، یک زنی مستور است ستر پوش، یک زنی خوب، یک زنی فرمان بردار برای ما شما خدا نصیب می‌گردد است. برای داماد و عروس این شب چندان نصیحت هایی که بزرگان اسلام کردن بسن اینا خدا خواهد میرسانیم. الحمدلله این توی اولم برای شما مبارک باشد. الله سبحانه و تعالی شما میخواستین کنسیر نشانتین، میخواستین ارتیست بیارین، میخواستین باید با طبق خدا خواهد از تاشکن یک عطسی دنداره بیارد. لیکن الحمدلله شما که راه الله خواستین، الله انشاءالله خدا خواهد سرشاری زندگی شما که به نام الله سر شد، عاقبت خوب می شود، عاقبت انشاءالله به می شود، عاقبت نوک می شود. چون در اینجا فقط سخن خدا، سخن پیغمبر می شود. در کدام خاندانی که میگه سخن قال الله لا اله الا الله محمد رسول الله می شود، در خاندان انشاءالله رحمت خدا نازل می شود، برکات خدا نازل می شود انشاءالله خدا خواهد. شما اکنون عزیزان من، الله سبحانه و تعالی سوره نساء است در چندین موضعش برای ما شما خداوند طرز زندگی کردنی زن و شوهر برای شما معلومات داده است. الله در قرآن عظیم و شأن میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و عاشروهن بالمعروف. یعنی شما زندگی کنه چی؟ زندگی خوب کنه انشاءالله خدا خواهد. من میبینم امروز سرچشمه زندگی شما شیرین است. خدا خواهد 1 ماه و 2 ماه شیرین میگذرد، بعد 1 ماه و 2 ماه پرابلم و خدا خواهد برمیخیزد. چیزی که یک دیگر کافتن سر میکنن داماد و عروس، چیزی که یک دیگر کافتن باید که این خیستر ها نباشد. اون چیزایی که ضبط شدگی از خدا خواهد تا دوری خدا خواهد عقدی نکاح جمع شدن و اکن او دلیتش کن پرتش اکن از نو خدا خواهد فلش کرده تمون از نو انشاءالله محبت جاویدان، محبت اکن سخت بر انشاءالله خدا خواهد. اسلیه که محبتی که در بالا ذکر کردیم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم با خدیجه مادرمون حیات شیرین بودن، چی با عایشه مادرم الحمدلله، چی ابوبکر، چی عمر، چی عثمان، چی علی با زنهاشون چنان معامله خوب میکردن، چنان زندگی خوب کردن که بعد وفات خدیجه رسول الله بعد وفات خدیجه سال ماتم اعلان کرده است. ببینید سال ماتم از چه زندگی شیرینش. ولی ما شما از زندگی ماندگی از دلمون نه گفای زن خدا خواهد خوب است، نه ما مردا گفامون خوب است، نه محبت انشاءالله خدا خواهد بین دیگر خوب داره. این زندگی نیست عزیزانی من. زندگی را خدا خواهد سرچشمش خدا خواهد از خوب سر شد به خوبی باید که انجام دهد. انسان در خداوند 4 بخت میداد است. بینید 4 بخت. یکی بختش انشاءالله خدا خواهد یعنی حولیک شد، یک تا بختش. یک بخت میداد است انشاءالله خدا خواهد زنی صالحه،
زنی که خدا ترس خدا جو است الحمدلله قدری شوهرش میرسیدگی و یکی دیگر مرکب خوب خدا خواهد یک ماشین خوب انشاءالله خدا خواهد یک بختی دیگر این همسایه خوب است که همسایه هم اگر نابا باشد زندگی تلخ می شود همسایه اگر خوب باشد انشاءالله زندگی خوب می شود امام اعظم رحمت الله علیه همسایش زمینشون رو میفروختگیش در 2 سطح زمین گویم اگر تقریبا بلند پولش گفتن $10,000 گفتن آدم ها جمع شدن تو برادری حولی تو به هیچ قدر پول نمیارزد تو میگی که این قدر پول امیدانی که من کیا فروخته شدم من همسایه فروخته شدم که من به یک انسانی معتبر انسانی مشرف انسانی بزرگ چی هستم همسایه هستم بینید این همسایه خوبم یک بخت است انشاءالله برای ما شما بینید برای این زنی صالح هم یک بخت است خدا نگه دارد حضرت مولا میگن زنی فرمان بردار پارسا کند مردی درویش را پادشاه اگر زن فرمان بردار باشد پارسا به طاعت و به عبادت و خداجو باشد انشاءالله پادشاه میکند در بین قوم در بین جمعیت در بین محله و در بین شهر یک انشاءالله خدا خواهد بول میشه زنی فرمان بردار پارسا کند مردی درویش را پادشاه همه شب غم مخور کی همه شب غمداری غم مخور که یاری موافق بود در کنار اگر یار موافق باشد در کنار هیچ غم نخور غم زندگی را نخور غم عذاب را نکش انشاءالله خدا خواهد وقتی که اگر پارسا باشد پیغمبر صلی الله علیه و سلم که 3 کس خدا از عذاب قبر خلاص میکنه 3 کس اینم هر 3 هم زن است یک زنی که میگد از برای کمبغلی شوهرش صبر و طاقت کند در راه طلاق پیشکش نکند که من ساعته من با تو زندگی نمیکنم تو من پایسته نتونی تو من خورونده نمیتونی پوشونده نمیتونی پایسته نمیتونی نه صبر کند میگه طاقت کند او زن الله سبحانه و تعالی از عذاب قبر خلاص میکنه است یکی دیگر زنی که از بدخویی بد اخلاقی شوهرش طاقت کند امروز جوان ها هستن من میدانم اکثر جوان های ما شما فقط اخلاق های خوب ندارن حضور میبخشه اخلاق های خوب چی هست چون که امروز در خدا خواهد سعیدی انشاءالله خدا خواهد اینترنتی ما در سعیدی خدا خواهد ما چند کسا زن ما مراجعت کشید اومده سادیه گفته سادیه دو مراجعتش نیست است زنی شوهر من مسجد میرود نماز جمعه میرود لیکن از دهنش نجاست میریزد فقط من حقارت میکنن من میرنجونن این کجاست نماز است حق میگن اگر خدا خواهد اخلاقی برداشته باشه نسبت زن نسبت فرزندان نسبت بچه‌ها اخلاقی برداشته باشه نماز هم درست نیست چون خدا قرآن نمیگه سوره تحریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر این گفت نماز شما را از کارهای بی‌شرمی به حیاتی باز می‌دارد این خصلتی کی بود ناختن حقارت خصلتی کی است خصلتی پیغمبر است محمد صلی الله علیه و سلم می‌ناختن ابوبکر حقارت میکرد عمر حقارت میکرد عثمان حقارت میکرد بیا فقط بیا پیش من ما شما یک زن خدا خواهد پایسته نمیتونیم پیغمبر محمد صلی الله علیه و 11 زن داشت ما شما یک زن خدا خواهد زبان شوتر نمیتونیم زندگی شیرین کردن نمیتونیم پیغمبری بزرگوار محمد صلی الله علیه و 11 زن زبانش نیافت با 11 زن معامله میکرد چونان معاملهش بکی حتی همه زنهاش آرزو میکردن که محمد 1 دقیقه از وی دور نباشد یه روز میدانی محمد عایشه مادرم چی گفت گفت عایشه جان تو زن تا خدا خواهد جانم گو این عیب نیست که عیب دانست از خدا خواهد لبافنیک تا میگوی کو شاید یک لبافنیک داشته چی خدا خواهد یکون جانده خدا خواهد هر گه پای شینینش میزنی نه مرمر میمونی نه خرمر میمونی نه دیگه عشم میمونی زنی نکای حلالت بدقل معامله میکنی کجاش این ایمانداری است اینم بچه های نماز خوان
شما چنان معامله کنه که همسایه به نمازت از شما دیده حواس کنه آرزی زندگی شما را دیده. پیغمبر میگفت زنها شد جانم شیرینم ریحانم اصلم میگفت. یا آیشه مادرم که آیشه گفت هر شو شیشته چای خوردن از گجام گجای پیاله چای خوردی که لب رسیدگی باشد از همونجا گفت من چای خوردم. این محمد خصلت شد. شما اگر خدا خواهد مردم میگه که زندگیم تلخه اول بسیار آدم شکایت میکند که حرمت نمیکند باز نمیکند همش وابسته به شما است. شما پرزیدنت خانه هستید خدا شما را مدح میکنه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الرجال قوامون علی النساء. ما میگم مردها را تربیه کننده آفریدیم در بالای زن. کجا تا که تربیه گری خودت بیادبی و خودت تربیه نداری زن بچه تربیه بکنی از کجا باید تربیهش کنه به وای برسونیش بر و بچه از شما چی بگیرد فقط حقارت کنی نماز هم قبول نمیشه گفتد مونم. اگر لفظت بد باشد علامت دوزخی اختش میگن لفظ شیرین ندارد. این علامت دوزخی است. فقط حقارت میکند از دهانی وی فقط نجاست میرزد از زبانی وی همه در آزار است. در وقتی غضب میگه زبان را نیکو نگهدار که در وقتی غضب ها زبان میشود مار. زبان در وقتی غضب مار میشود. وقتی که مار شد هر گونه قلب زبانم خدا خود میگزی. اگر زن تا بسیار حقارت کن آخر از زندگی هم دلش میموند. دیگه بیا با هم مردی دقیق چیکار میکنیم دیگه بیا از این در به شوهر گردم خوب است. کدام روزه یک وقتی یک زن رفت خدا خواهد از زندگیش تلخیش گفت داملا جان گفت این در به شوهر گردم خوب است. من میشاکی تیار قد حقارت میکند عرق خورده میآید بالای بامان نخوارت که جام است. این زندگی نیستی. مرد خیلی مرده که همسرش خدا خواهد در بالای بام خور میکند. همسر بیچاره دلش در تاکی حتی یک زن گفت من نماز خانم داملا میاد از عقیبم از رینگیام کشیده لغت کن میکند نماز نخونفته وی کافر است. کسی که از نماز کشیده من میکند وی کافر است. تو چه داری که خدا خواهد تا چه اندازه رسیدی نرختی مرعودی بدبخت شما را به چه اندازه برسید که زنهای نمازخوان شما از شما دلگیر اشارت میگن از دست نماز نخوانم گاه دریزه را میبینم گاه خدا را به یاد میارم همین میگن استغفرالله است. ولی همین شما خیلی کار پرتا انشاءالله اخلاقات این خیلی چیزا را پرتا اخلاقی خوب کن زن فایده از گبی خوب گبی شیرین زن که زن اخلاقات هر لحظه آرزو کند که یک دقیقه شوهر میجا نرود. حتی مسجد را اگر خدا خواهد پایسته بستد اومدن تا مسجد اگر مرده جا تستر بیو این زندگی خوب است. دقیقا کنی زندگی میگذارد حوالا نشو حیات نمیستد. حیات مثل ساعت از دور زدن میگیرد. پیغمبر گفتن دنیا ساعتون فجعلها طاعتون. دنیا گفتن یک ساعت است عزیزان من امتای من در یک ساعت وقت غنیمت دونیستن طاعت عبادت زندگی های شیرین کن. جوانی 20 سال است عزیزان در 20 سال جوانی تا نسوزون 20 سال حق داری. بدی چه دولمدی بچه ها کلون میشد دخترها کلون میشد همش خانه کردن کار در کردن جا کردن در کار عموما جدایی ها سر میشود بیماری ها فرا میگیرد. زندگی شیرین 20 سال است 20 سال هم تلخ و شور. من بعضی بار ناجوان مردا را بینن پرتافته برفته است زنهاش بیچاره 5 سال و 10 سال نامده سال است. این چی زندگی است. بعد میگه زن رای بد میرود کی سبب گار است فقط تو جواب میدی انشاءالله پیش الله هنده. زندگی فقط از یک نان عبارت نیست. بار از بار میره ما زبانی خسرش دراز این نان است همش از داملو از چی مینالد شوش نیست تو. از این سال عادی میارم شما ده من اینجا کلم سال هستیم کنی زنت اجازت پرسه که من یک هفته رفته در خانم خواب میکنم اجازت میتی گو مرد باشه گو ادراسی نمیشه. یکی زنی بیچاره خدا خواهد پرتافته میره 8 سال و 10 سال این ظلم نیست ولی پیش الله نه جواب میتی.
حالا کیلویی که ناجوی صرف میکنی زنهای بگونه ای اون بدبختان در انشاءالله پیش علامت جواب میتیانی. زندگی حتی آشنون عبارت نیست. زندگی خدا خواهد با لذت ها دارد، شیرینی ها دارد که یک شبش به 1000 شبی برابر است. گذار عدل بچه